امروز ریش همچون عامل یا نشانه یا پیغام به همون عقیده های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی حزب و حرکتی در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشن. شما ببینید این مردمانی که مخالف حکم الله عمل میکنن، پیروان علنی شیطان، بسیار به افتخار میآیند در تلویزیون در رسانه میشینه و از پیروی از شیطان افتخار میکنن. ما مؤمنیم در پیروی از الله افتخار نمیکنیم و خجالت میکشیم. حقیقتا میتونه همین ایمان بوده باشه؟ و اگر یک نفر ولو حکم الله را انجام بده و از انجام حکم الله بترسه و خجالت بکشه، مؤمن به معنای واقعی کلمه نیست. و بس از انسان همین حالت دارن، متدینینی با همین حالت دارن، دیندار است مثلا بیش داره، گاهی وقتا ایدی از مردم با داشتن بیش خجالت نکشه بین مردم بره، احساس حقارت میکنه. این ذلت است و این ایمان نیست. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافی از این روحیه داشتن، با کمال افتخار با حکم از احکام الله عمل میکنن. و اینمی عزتمندی و افتخار از کجا میدانستند؟ از این که مفهوم ایمان به الله را درک کرده بودند، الله را میشناختند. الله ذاتی است که کمال عدالت و کمال حکمت و کمال علم را دارد. پس حکم الله حکم عادلانه و حکیمانه هست و عالمانه هست و هر حکم خلاف حکم الله جاهلانه هست. پس کسی که به حکم الله عمل میکنه باید خجالت بکشه، یا کسی که حکم الله را نقض میکنه باید خجالت بکشه.